جلوی 4 نفر اراذل اوباش که میان جلوی مردم، زن و بچه مردم میان پدر هول میدن میبرن. من حاضرم بمیرم. اولین نفر در این صف میان وامیستم سر تصاوری. نیرو بهت میدم، نیروی بلوچ بهت میدم، نیروی بهت میدم که شب تا صبح تو کو برم بگردن. اون مجوز میخوام، مجوز بدیم به مردم اگر یوری استان سیستان بلوچستان مجوز بدیم. این مردمی هستن که در مقابل کسانی همونجور دوستان قبلا گفتن از مرزها اومدن خواستن این کشور تجاوز کنن، جلوشون رو گرفتن، افتادن. اینا همونا هستن. امروز نه شیعه داریم نه سنی داریم، ما ایرانی هستیم و مسلمان و انسان هستیم. از همه بالاتر ما انسانیم. انسانیت برای ما اولویت اول ماست. ایرانی بودن اولویت ماست. ما که در این استان هستیم، ما که ایرانی هستیم، کف اون رودخانه هستیم. سردار سالاری، ما این آبی که روی رودخانه میاد و میخوان فقط مانور بدن نیستیم. ما مرد عملیم. مردانه پایکار واسطیم، نه اینکه بیاین فقط بشینیم حرف بزنیم به هر جلسه که